مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. از شنبهزاده نکهت 15 ماه هفت سال 40. استاد محترمم صدرالدین عینی، جواب مکتوب مرا که در 8 ایول نوشته اید گرفته خیلی خرسند گردیدم و موافق مصلحت دید شما شعرم را از نو کار کرده می برایم. عموماً برای از خود کردن صنعت ادبیات به قدر توانم و امکان داشتگیم حرکت خواهم کرد. حالا درباره اجرای سفارشات شما. یکم، یتیم از چاپ برآمده است. رفیقه لطفالله بووا کبریا خان می گویند که 25 نسخه را برای شما فرستاده اند، ولی تا چه اندازه این درست است برای من معلوم نیست. درباره حساب آخرینش باشد، در 12 ماه ایول برابر کرده سپرافکا به بوغالتریا داده شده است. دویم، از فردوسی 25 نسخه افطاری را برای شما فرستاندیم. سیوم، به رفیقان دهاتی نعمت اللهیف و کبریا خان سلام شما را رساندیم. نسخه دگوارهایی که در نزد شما ماندند با مهر هستند. به فکر من هیچ اهمیت ندارد، همین طور ایستادن گیرند. اگر خواهید که مهر پیچت کننده شوند میفرستانید، ما پیچت مهر کننده میفرستانیم. استاد محترم، برای دکاد شعرهای انتخاب شده کمال خوجندی را در 25 ماه ایول همین سال از رفیق حسین زاده شریف که جمع کنندهش می باشد می گیریم. اگر مقابل نباشد التماس کلی دارم که برای ما معلوم نمایید تا که بعد از قبول کردنش فرستانیم. با سلامی صمیمانه، نکهت شنبهزاده. امضا به شنبهزاده نکهت 20 ماه هفت سال 40. رفیق شنبهزاده، مکتوب 15 ایول فرستاده تان رسید. فردوسی هم رسید. وعده رفیق کبریا هم درست برآمد، اما نه 25 نسخه بلکه 23 نسخه فرستادند. از وجه تحریر کمال خوجندی پرسیده اید. من به تحریرش طالب هستم، اما افسوس که هیچ فرصت نیست. من به تاجگیز وعده کردم که سعدی را در سر ماه اوگوست فرستانم. در سر ماه ایول انتخابش تمام شده بود، اما برای مقدمه هنوز هم متریال را تمام جمع نکردم. زیرا برای مقدمه نویسی اثرهای او را، اثرهای را که به او آید است و تاریخهای را که در زمان و دوره او آید است خوانده برآمدن در کار است. حالا همه چیزها را خوانده برآمدم. اکنون خواندن تاریخ روضة الصفا ماند که خوانده از وی چیز یافتن، بحر را کافته گوهر یافتن بر این دشوار است. خلاصه نمی توانم گویم که تا سر اوگوست این کار تمام می شود یا نه. کاری دیگری که من از تاجگیز عهدهدار هستم کار نوایی است. مهلت این کار از 15 سپتامبر به 15 اکتبر کشال داده شد، اما حجم کار خیلی زیاد است. هرچند برای این کار یک چند روز در کتابخانه تاشکند کار کردم و نسخه یک کتاب آید به نوایی را که کوفیه فوتوگرافی او را ازبکستان از کتابخانه لندن گرفته آورده بود، از کتابخانه مذکور 500 سوم حق کتابت داده نویسنده گرفتم. برای این کار باز یک بار به تاشکند رفته در کتابخانه آنجا کار کردنم.
هم بخارا رفته چند روز در کتابخانه آن هم کار کردنم لازم است. این کارها برای متریال غون کنی است. طبیعی است که کار کرده برآوردن متریال های غون شده از جمع کردن آنها دشوارتر است و هر کاری دشوار وقت و صحت طلب می کند. من که نه وقت دارم و نه صحتی درست، خیلی در تنگی ماندم. در این شرایط البته تحریر کمال خوجندی را به گردن گرفتن نمی توانم. در مغز مکتوب شما یک مکتوب به رفیقه کبریا ماندم. التماس دارم که رسانید. به سلام رفیقانه، عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. از عبدالسلام دهاتی، استالین آباد، 17 ایول سال 1940. استاد محترم، در وقت دوباره دیده برآمدن 7 پیکر و ترتیب دهی لغت‌ها و ایضاحات آن، باز یک قطار لغت‌های دشوار فهم، کنایه‌ها و تعبیرهای نامفهوم برای من واخورد که برای فهمیده گرفتن آنها مجبورم یک بار دیگر به شما مراجعت کنم. امید است که یارمندی خود را دریغ ندارید. یکم، در اول افسانه‌ای که در گنبد سرخ گفته شده است، بیتی روز بهرام رنگی بهرامی، شاه با هر دو کرده هم نامی، می آید که این را چطور خواندن لازم؟ روز بهرام رنگ بهرامی یا که روز بهرام رنگ بهرامی؟ بعد معنای بهرام دویم چیست؟ یکمش روز 20 هر ماه شمسی بوده است. دویم، کلمه مهره در یک چند جای می آید، اما معنی که در لغت ها داده شده است در این مورد ها دیده نشد. چنانچه در تعریف تنها با شاه چین جنگ کردن بهرام در شب تاریک و دشمن را به غفلت انداخته گفته می شود شاه با خصم گفته بازی کرد، مهره پنهان و مهره بازی کرد. یا که در جای دیگر در مورد بغار در آمده گم شده رفتن بهرام می آید، شاه جستند و غار می دیدند، مهره در مغز مار می دیدند. سیوم، در تعریف دانایی با معرفتی و کارشناسی دخترک پادشاه گفته می شود انجومی چرخ را مزاج شناس، طبعها را به هم گرفته قیاس، بر طبایع تمام یافته دست، راه ریحانی آوریده به دست. این بیت ها در هر 3 نسخه دیدگی من یک زیلند. در اینجا طبایع، طبعها و راه ریحانی فهمیده نشدند. کلمه سینایه که در بیتی تا نزد شاه شب سینایه خیش، بود ترسان دلش زی سایه خیش می آید فهمیده نشد.
در لغت فارسی و روسی سینایه را با سخن ifade کرده است که آن در تاجیکی آتشدان بزرگی سپایده می شده است، اما معنی دیگر دیده نشد. پنجم، یک مرد و یک زن رفته ایستاده بودند. هر دو دوش پوشت ها بسته می شدند از گرانی آهسته. اینجا پشت یا پشته به چی معنا باشد؟ ششم، مردی که از مکر دیوها بیهوش شده بود به هوش آمد و کجا راه یافته راه برداشت می دوید چو دود. سهم زد زان هوای زهرآلود. سهم زدن به چی معنا باشد؟ در لغت فارسی و روسی سهمیدن دیده شد که به معنی ترسیدن بوده است، اما سهم زدن در هیچ کجا نیست. هفتم، در بیت‌های انگبین بروغن آلوده چرب و شیرین چو سهن پالوده تعریف یک کنیز صاحب جمال و شهد انجیر و مغز بادامش سهن پالوده کرده در جامش تعریف باغ. کلمه سهن یا درسترش تعبیر سهن پالوده فهمیده نشد. هشتم، هفت سلطان در آمد از یک راه هفت خصلت تمام برده ز ماه. هفت سلطان هفت پریرویند که این در رفت داستان روشن است، اما هفت خصلت ماه کدام ها باشند؟ نهم، شهر نام رفیق ناموافق برای آب شده دو چشم خیر گفتنی همراهش را کوفته می گیرد. یک چوپان دختر به حال خیر رحم کرده با او آب می دهد و چشم کوفته شده را به جایش گذاشته می بندد. در اینجا همین بیت می آید که روشن فهمیده نشد. گر خراشیده شد سپیده توز پایه در مقله مانده بود هنوز. این در مابین‌تری افسانه‌ای که در گنبد صندلی گفته شده است. دهم، دختری پادشاه وقتی که در خصوصی به شوهر و طبیب درست کننده دختر داده وعده خود را اجرا نکردن پدرش را دیده خواهش میکند، میگوید که شنیدم که در جریده مهد پادشاه را درست باشد عهد. در پایان سخن از آن می رود که درباره جزا دادن کسانی که دختر را درست کردن نتوانستند پادشاه قول خود را بسیار اجرا کرد. پس در خصوص سرفراز کردن کسی که درست کرده توانسته است نیز باید قولش را به عمل برآورد. اینجا جریده مهد چی معنی دارد؟ پادشاه وزیرش را به حبس کرد. 11، پادشاه وزیرش را به حبس حکم کرد. پس بفرمود تا زبان زیشت سوی دوزخ رواندش ز بهشت. زبان زیشت به چی معنی؟ 12، بیت آید به تاریخ نوشته شدن داستان در دو نسخه دو خیل است. از پسی 590 سفران گفتم این نامه را چون نامه دران. از پسی 590 سه قران گفتم این نامه را چون ناموران. کلمه های فران و نامه در یا نموران در لغت ها دیده نشدند. اگر در روایت دویم درست باشد در آن صورت قران چی معنی می دهد؟ با سلام و احترام، دهاتی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوصی علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد.
عمری عینی از برای خلق صرفی خامه شد. خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامه شد. خلقی ما را دفتری عینی